این هفته خبر تو خبر داره براتون از زرشکیانی که بدجوری با تیویریش چپ افتاده. وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی‌ها یه طرف دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه نظامی‌ها یکیان. اون اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه. بعدم زرشکیان تو سخنرانیش زیرا به عظما رو زد و تیویریش این تیکه رو از حرفاش رو قطع کرد. خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. زرشکیانی که خیز وفاق برداشته بود این بارم به چنین سرنوشتی دچار شد. این در حالیه که کارشناساشون اینطوری پته کینگ مجتبی رو میریزن رو آب که ما نهایتا زیرساخت کشورهای عربی رو بزنیم که این لطمه به مطلوب اوناست و مطلوب به نظر من، چون به عنوان پروژه بازسازی بهش نگاه میکنه. دقیقاً اون اصلا نفع میبره، به نفع میبره. پس ما معادله متوازنی در برابر تهدید این نداشتیم. نه ما میتونستیم که زیرساختای آمریکا رو در خاک آمریکا مورد حمله قرار بدیم و نمیتونستیم زیرساختای مؤثر اسرائیل رو جوری بزنیم که آنگونه که ما میخوریم، ما اگر بخوریم توی برخی از زمینه‌ها ممکنه تا 50 سال دیگه نتونیم این رو جبران بکنیم. اینجاست که یک چنین بلایی سر هندونه قدرت نمایی مجتبی میاد. در شرایطی که زوار نظام در رفته، کارشناسای ولایت مدار دنبال روحیه دادن به بسیجیان، یکی با استیضاح. خب اگر دموکرات ها ببرن انتخابات رو در آبان ماه، دی ماه که کنگره جدید شروع به کار میکنه، ترامپ استیضاح میشه. از کجا اینو میگید؟ اگر دموکرات ها ببرن. این یکی دیپلمات تروریست هم با این حرفا. اگر قوه قضاییه ما که الان شروع کردیم یک قاضی شجاع در یکی از محاکم داخلی ما احضاریه بفرستن برای ترامپ و برای نتانیاهو که دادگاه شما به ارتکاب این در اینجا مفتوحه، در تاریخ فلان بیایید و از خودتون دفاع کنید و یا وکیلتون رو بفرستید. جا زدن این جونورا به عنوان کارشناس یه چیزی تو مایه‌های استفاده از این گاو به عنوان واید اسکرینه. Ça va? Vous profitez bien du film? Oui, c'est génial. حالا بشنوید از جدیدترین قمپوز درمانی‌های بسیجی‌های مشنگ. ایران در کویت متوقف نخواهد شد، بلکه به سمت دیگر کشور خلیج فارس پیشروی میکنه. بحرین و قطر و امارات و بعد میره طرف عمان، اونجا رو میگیره، نهایتا عربستان رو میگیره و میره طرف اردن. سر راه اردن رو شلپل میکنه. میدونی که همین الان پادشاهش انگلیسی دیگه در رفته تو انگلستان. همین الان چه اتفاقی میفته تو این مدت در جهان؟ کمبود سوخت پیش میاد، قحطی، مهاجرت گسترده. مجریای تیویریش هم وارد این رقابت شدن تا شانسشون رو امتحان کنن. به نظر میرسه که وقت اینه که دیگه عرب‌ها تخلیه کنن معادله جنگ، گویا قراره به جایی برسه که ما دیگه همه اون ملاحظات، حسن همجواری، رسم رفاقت و برادری رو کنار بذاریم. رسما از همینجا با صدای بلند به تأسی از فرمانده‌های محترممون تخلیه کنید. سریع هر کی هر جوری بلده
از این کشورهای عربی فرار کنه، چون به نظر میرسه وقت بازگشت و عصر بادیه نشینیه. یکی نیست بگه شما مشکل برق ملت رو حل کنید، بادیه نشین کردن بقیه پیشکش. برق اداره برق ای مسئولین به چه حرف دانین، کلر ما سخت یخچال ما سخت، برق اداره برق ای مسئولین به چه حرف دانین. البته کارشناسای اصلاحاتی هم تو نمایش‌های مناظره اینطوری زیراب باند رقیب رو میزنن. شاید ترامپ داره با هواپیمای نظامی تور گردشگری را میندازه. طرف بالای جنگ بودی. آخه این چه تصوریه؟ یعنی خیال کرد ایران یک پدافند خیلی عظیمی داشته، هیچ ضربه‌ای در این جنگ نخورده. گوش بده، همش حمله کرده، اونا رو خار و ذلیل کرده. موقعی که اونا می‌خواستن دیگه زمین رو بلیسند، این اومده گفت من با حرفتون موافق نیستم. گوش بده، شما آخه ببین اصلا جنگ رو هم داری تحریف میکنی. اصلا تمام این آثار مترتب بر جنگ رو که چرا اروپا جرأت نکرد وقتی ترامپ گفت بیایید به تنگ حمله کنید وارد بشه؟ حالا اون جرأت نکرد به این معنا نیست که تو خسارت ندیدی. تو پتروشیمی تو زدند. من نگفتم خسارت ندیدید، شما دارید میگید ما دست پایین بودیم. بهترین منابع فولاد سازی تو زدن. یه سوالی دیگه من فقط این همه زدن، اینها هیچی فکر میکنن یه چیز خیلی خوبی بوده. داشتیم همه دنیا رو در واقع خاکشو به توبره میکرد، از موضع بالا بودیم. نه من همچین فکری نمیکنم، با دشمن فرضی نجنگیدیم. ته داستان این قمپوز درمانی ها هم میشه منچ بازی کردن مجریای تیوی ریش. قبل از اینکه مهره رو بذارید آیه رو بخونید. اینجوری باید بگم. دوری منو بگیر. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. آماده باش افسین که اومدم. بله. خب شما الان اون برج رو زدم ترکوندم آقا. خب این برج چیه؟ حامی مالی اسرائیل رو زدم. بله حیم سابان هستم. من الان کارت برج رو به شما میدم. خب نمیشه کارتشو پاره کنم. نه بعدش باید تحویل بدید. این خدمت شما. به پایان که میرسید بچه‌ها رو که نجات میدید، به بیمارستان خاتم الانبیا که میرسید بچه‌ها برای درمان وارد میشن. این هیجانش کمه. الان باید یه چیزی باشه ما بزنیم زمین کارت پاره کنیم. خب نکتهش اینه که هیجان درسته ولی شما دارید بچه‌ها رو نجات میدید. شما الان 2 تا از فرزندان اپستین رو باشه خوشحالی یه چیزی باید داشته باشه. یک دور افتخار رو باید زد. درسته حق شماست. البته جوونا هم تو فضای مجازی با این کلیپا آموزش دشمن شناسی میدن. میگن میخواد جنگ زمینی بشه احتمالاً بعد جام جهانی. مشکل نداره، من که جان فدا ثبت نام نکردم، اما به خاطر میهنم میرم جنوب، اسلحه میگیرم به شرط اینکه تشخیص دشمن رو بذارم به عهده خودم. مشنگستان این هفته رو با این روایت از سرنوشت کینگ مجتبی مقوایی شروع میکنه. بی خود نبود که مزدورای نیابتی ولایت مقوا پارتی رو انداخته بودن. تو جنگ و دعواهای باندی کارشون به جایی رسیده که درباره وزیر خارجه نظامشون اینطوری میگن. اشتباهه. ترامپ لابلای حرفاش چیزایی میگه از تهران با من تماس گرفتن یا ما در اتاق وضعیت بودیم، از تهران پیام اومد. و این پیام اومد کی رو داره میگه؟ وقتی داره میزنت پیام میفرستی یعنی من کم و مردم، منو نزن، هر چی تو بگی قبوله. هر چقدر تو از در اقتدار صحبت کنی، رسانه جریان اصلی میگه ایرانی‌ها دارن التماس ما رو میکنن. چیو داره میگه؟ حتی در مذاکرات هسته‌ای پیش از 9 اسفند ما به این درد دچار بودیم. این ارتباط واتساپی رو آقای دکتر عراقچی رو قطعش کن، چون داره بازنمایی ضبط میکنه. عباس شاورما هم فعلا تو عالم خودشه. این یکی هم گیر داده به حاجی خاتمی و بهش میگه نفوذی. تو محمد خاتمی، تو جبهه اصلاحات که دیروز بیانیه دادی گفتی خونخواهی نباید بشود، شما عامل اسرائیل هستی، ما از شما اسرائیلی ها هم که در داخل هستید انتقام میگیریم.
حالا تو این اوضاع خر تو خر ادعای امپراتوری هم دارن. من اینو آروم به شما میگم، عجله نکنن بعضیا برن ریال رو تبدیل به دلار کنن، به طلا کنن. ریال خودش ارزشمندتر از دلار و طلا خواهد شد. میگم آقا امپراتور شدی، قدرت اول دنیا شدی. مردمم با انتشار این کلیپا بادکنک دروغای آخوندها رو میترکونن. خب امروز قیمت یه دستمال واسه تمیز کردن زمین از ارزش شهرده اسکناس‌ها بیشتره. از به جای دستمال خریدن از دستمال اسکناسی استفاده میکنیم چون ارزون‌تر تموم میشه برامون. این اسکناس‌ها دیگه هیچ ارزشی برامون نداره، نه فقط خودشون، حتی این اکتی که روشونه. مشنگستان رو با دکون جدید آخوندا تو سیرکای شبانه‌شون تمام میکنیم.